افتخار اینو دارم که در حضور شما مردم بزرگ ایران سرودم رو در قالب مثنوی حماسی تقدیم کنم به سردار ارتش شاهنشاهی ایران، قهرمان در بند ضحاک شیربانو فاطمه سپهری. دست و پا گم کردم، دست و پا گم کردم در چنگ جلادم، ولی مشت میکوبم به قلب تیره سید علی. هر گذرگه هر خیابان خانه جلاد ما، خون ما بر سنگ فرش کوچه و میدان ما. در درونم اشک میبارد، در درونم درد میبارد، به جای جرعه‌ای آب حیات. سرزمین تشنگان در آتش و فقر و فساد. حال من را کشته دربند میفهمد فقط، حال من را کشته دربند میفهمد فقط. در کمینم دشنه و شمشیر میفهمد فقط. انتقام از جانیان خاک ایران اهورایی چه شد؟ اشک‌های مادران دشنه در پهلو چه شد؟ با جنایت آمدید، با جنایت آمدید، با قتل عام افسران. ارتش ملی ایران است اکنون در کنار ما زران. ای که در دستت تفنگ است و درونت تاج گل، ای که در دستت تفنگ است و درونت تاج گل. ای نظامی قهرمانی چاره‌ای بر ما بکن.